امروز قراره با یه خبر کلی اصطلاحات و عبارات جدید یاد بگیریم. Many people face being unable to afford their mortgage or rent as a result of the ongoing cost of living crisis. خب من از ongoing cost of living crisis شروع میکنم. بچه cost of living یعنی هزینه ها و مخارج اولیه زندگی. وقتی crisis میاد کنارش، crisis خودش به معنی بحرانه. cost of living crisis یعنی موقعیتی که هزینه اقلام زندگی بسیار سریعتر از درآمد مردم افزایش پیدا میکنه. به خاطر همین مردم با بحران مالی مواجه میشن. cost of living crisis مثالاشو براتون توی کپشن مینویسم. many people face یعنی مواجه شدن. بسیار از مردم مواجه میشن یا مواجه هستن. being unable با ناتوانی، ناتوانی to afford جهت پرداخته. afford بچه یعنی استطاعت مالی داشتن. to afford their mortgage وام مسکنشون